چشمان مستت منو دیوانه کرد، این دل عاشق شد منو ویرانه کرد. آغوش گرمت بوی عطرت با قلب خستم دل به تو بستم. نم باران یه دل آرام، این قلب من با تو بی شود آرام. موهاتو وا کن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن. نم باران یه دل آرام، این قلب من با تو بی شود آرام. موهاتو وا کن منو صدا کن، این ترس دوری تو از من جدا کن. یعنی قراره فیلم ببینی؟ آره. تو فیلمم سلیقت خوبه. خیلی ممنون. نیلوفر مامان جون، خودم همون برات آماده کردم عزیزم. روغن گل یاس و نعنای هندی برات گذاشتم. بعدش هم مایه مروارید با طعم وانیل برات میریزم. نظرت چیه؟ آرومت میکنه. تمام انرژی منفی تو از بین میبره. ممنونم. همین که تو کنارم یا تو خونه هم برام کافیه. برو تا آب سرد نشده. برو. مثل بچگیات من حمومت کنم؟ همیشه موهات بلند بود. وقتی بچه بودی فر بود. فقط به من اجازه میدادی موهاتو شونه کنم. فقط تو اذیتم نمی کردی. نرم و آروم موهامو شونه می کردی. بعدش هم سرمو می بوسیدی. اون لحظه خوشبخت‌ترین بچه دنیا می شدم. دلم می خواست زمان وایسه و دستای گرمت منو ول نکنه. دختر خوشگلم، فرشته من. عوض شدم مگه نه مامان؟ تو هنوزم فرشته کوچولوی منی. به چشم من اصلا عوض نشدی. ای کاش. ولی من عوض شدم. تازه توی مدت خیلی کوتاه. دیگه نیلوفر قبلی نیستم و نمیتونم هم باشم. داری منو میترسونی عزیزم. چی شده؟ برام تعریف کن. یالا تعریف کن. نکنه باهات بد رفتاری کردن. میتونی به من بگی؟ من مامانتم.
همیشه کنارتم. هر اتفاقی هم بیفته من همیشه کنارت هستم. بزرگ شدم مامان، فقط بزرگ شدم، همین. لطیفه. عمر داداشت چطوره؟ خدا رو شکر خوبه. ببینم تو از کجا فهمیدی؟ بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی، بعدش هم زنگ نزدی. ولی پلین این نزاکتو داره که کسی بهش زنگ میزنه تماس بگیره. اون گفت. بازم یه تیکه انداخت. پلی تو اینطوری دهن لق نبودی ولی خب دیگه گذشت. تا چای سرد نشدم من برم. خاله الوان واسه چای خیلی وسواس داره. بیا ما هم بریم. اون متین سگ بهت زنگ نزد؟ نه. چیز دیگه هست که بخواین بگین؟ نه. اگه اینجا رو امضا کنین تمومه. خدا سلامتی بده. ممنون. بلا به دور باشه قربان. اجازه هست؟ بیا بیا بیا. منم منتظرت بودم. باید به یه نفر پیغام برسونی. به مامان نوین؟ نه، الان نمیتونم مامانمو نگران کنم. به یه نفر دیگه. درو ببند. منم آقا طاهر. ناجی متین رو پیدا کردم، بیمارستانه. خب آقا اونجا چه غلطی میکنه ها؟ جای دیگه ای برای قایم شدن پیدا نکرده؟ داشته خفه میشده که ماهیگیرا از دریا در آوردنش، ولی الان خوبه. چند تا شکستگی جزئی داره، همین. باشه خدا رو شکر. گوش کن، از اونجا تکون نخور، تعقیبش کن. باشه چشممون روشن. متین پیدا شده، به بقیه خبر بده دنبالش نگردن. چند نفر بودن بابا؟ 6 تا. اوه وا. پسرم بازی کامپیوتری که نیست، این چیزا واقعیه. هم وایسا مامان، وایسا قهرمونم، تو زحمت نکش. خوبه؟ آره خوبه. خیلی درد داری بابا؟ یکم گزگز میکنه دخترم. مرسی عزیز. نوشه جان. خوش اومدی. خوش اومدی. سلام. داداش چطوری؟ خوبم، تا صبح خوب میشم. یعنی چی تا صبح خوب میشم؟ یه گوله اندازه ی انگشتت از بدنت در آوردن، باید استراحت کنی. چیز مهمی نیست ملک. اینو کجا میتونم بذارم؟ بدین به من. ممنونم. خدا بد نده. ممنونم. زندگی خواهرمو به شما مدیونم. هر چقدر تشکر کنم بازم کمه. باشه چیزی نبود. خیلی معذرت میخوام. مهم نیست. تو ببخشید تو گفتم. خواهش میکنم. تو باید از عمر تشکر کنی. من دیگه برم. خدا سلامتی بده. ممنون دخترم. بری من راهیت کنم. روزتون بخیر. به سلامت به سلامت. عزیزم، به سلامت. دختر اون در رو ببند. این چیه دختر؟ گل مصنوعیه؟ نه مامان، میوه است. یعنی چی؟ میخورم؟ بله. تو هم همه چی رو میدونی یا؟ همینه دیگه. چقدرم تازه است.
بذار کمکت کنم. بیا بذار. خوشمزه سا. خوبه، ممنون. بفرما دخترم، تو هم بخور. ممنون. نوش جان. با اجازتون، ببخشید. الو. آی از دست عمر عصبانی میشم، ولی داداشمه دیگه. میگم کاشی این دختره رو دوست داشت. آخه پلی خیلی خونگرمه، به ما نزدیکه. تازه جفتشون هم پلیسن، چقدر خوب با هم کنار میمدن. هرچند من لطیفه رم میپسندم، خب برای خانواده ما خوب میشد، ولی چشم لطیفه به اون بالا هاست. عمر ما رو قبول نمیکنه. راستش کار عمر سخته. چقدر حرف میزنی ملک؟ اینجا شوهرت تیر خورده، ولی تو هم زبونت هم دهنت کار میکنه. نمیگی دوتا هم به شوهرم بدم، فقط پشت سر کسی که نیست حرف میزنی. بفرما قهرمونم. بیا نوش جونت. خوشمزه است. باشه یواش. چرا زحمت کشیدی اومدی؟ تو هم خسته ای؟ داداش تو وقتی میخواست خواهرمو نجات بده تیر خورد. ممکن بود جونشو از دست بده. بایدم بیام دیدنش. باشه ممنون. نیلوفر چطوره؟ خسته، داغون، خیلی ترسیده. یکم زمان میبره تا به خودش بیاد. روزایی که گذرونده براش خوب نبوده. اگه راضی شد ببرینش پیش روانشناس. من میگم، ولی نمیدونم حرفمو گوش بده یا نه. خب خودت چطوری؟ میدونی امروز تو اولین نفری هستی که این سوال ازم پرسیدی. نمیدونم، یعنی حتما خوبم دیگه. خودم هم هنوز نتونستم از خودم بپرسم. لطیفه چی شده؟ تو چرا ناراحتی؟ ولش کن، چیز مهمی نیست. خوب میشم. خب دیگه تو برو پیش مامانت اینا، بعدم میبینم. لطیفه باز داری چشماتو میدوزی، داری دروغ میگی. یکم اینجا بشینی؟ چی شده؟ کی ناراحتت کرده؟ خانوادم. اتفاقاتی که افتاده بود شنیدن و خیلی شوکه شدن. چون بهشون نگفتم از دستم عصبانی شدن. حق داره، ولی من این کاری کردم که اونا رو ناراحت نکنم. خودتو ناراحت نکن. خیلی ازم عصبانی شدن عمر. لطیفه تو متوجه هستی؟ تو خواهرتو نجات دادی، تو از پسش بر اومدی. اونا رو هم باید درک کرد، الان شوکن. ولی همه اینا میگذره. شما یه خانواده ای. بعضی وقتا دروغا اعتمادا رو لکه دار میکنه. لطیفه یه کاری بکنیم، بریم و همه چی رو به خانوادت بگیم. بالاخره شاهد همه چیزایی که گذروندی منم. ها؟ عمر من حتی نتونستم بهشون بگم که رابطمون بازی بوده. مامانم اینم بفهمه بدجوری داغون میشه دیگه. تا عمر داره منو نمیبخشه. لطیفه تو همه کارا رو با نیت خیر انجام دادی. میریم و همه چی رو توضیح میدیم، نترس. خیلی ممنونم. خوب شد که تو رو شناختم.
نظرتو کی عوض کردی؟ وقتی از دستشویی اومدی بیرون اینجوری نمیگفتی. اگه یکی تو هم تو دستشویی زندونی میکرد تو هم همون فکر رو میکردی. شاید یه روز بی حساب شی. یعنی دنیزرا دنبال چی هن که تا اینجا اومدن؟ فکر میکردم از روی انسانیت اومدن ولی اینطوری نیست. من میدونم اینا حتما یه مشکلی دارن. چه مشکلی میتونن داشته باشن؟ شایدم اینا میدونن سیبل ما رو چرا کشتن. مثل پلیسا اومدن بفهمن که ما هم میدونیم یا نه. من بیشتر از همه برای دادا شمر ناراحتم. مگه چند وقته که خواهرم مرده؟ فوری عکسش افتاد تو روزنامه ها. نگید بابا، ول کنید. فوری بهش برچسبم چسبوندیم. شاید به خاطر اینکه میخواد بفهمه قاتل اونا کیه این کارو میکنه. ای بابا تو هم این روزا داری زیاد سریال میبینی. تموم شد. تو آدرس این دنیزرا رو پیدا کردی؟ آره پیدا کردم. اینجا نوشتم. با مترو هم میتونی بری. حالا من هر چی بگم تو بازم میخوای بری. خب خسته نباشی. مراقب خودت باش. رسیدی زنگ بزن. باشه نگران نباش. لطیفه. بله. دیگه از من دلخور نیستی که؟ باید فکر کنم. چاو. چای تو هم باشه. لطیفه از خیر شرکت گذشته بهار، انگیزش صفره. انگیزه اون چه ربطی به ما داره؟ انگار دوزی چشاتو کور کرده عزیز دلم. کو نشونم بده ببینم لطیفه شرکت هست یا نه. تا وقتی این دختر شرکت نیاد من چطوری میتونم قاپشو بدزدم؟ میشه بگی؟ میشه اول تو یکم ساکت باشی؟ تو شرکتیم. چی شده؟ شرمنده مزاحم شدم. یه خانمی اومده میخواد زرین خانمو ببینه. آقای لون میشه جلسه رو بعدن ادامه بدیم؟ بگیم بیان تو لطفاً. البته بهار خانم. خوش اومدی مادر جان. ممنونم دختر عزیزم. منو یادت میاد؟ من مامان سیبلان ناچ هستم. فاطیما. البته که یادمه، مگه میشه یادم بره؟ خیلی قصه دارم، خیلی. باشه حالا بفرمایین اینجا بشینین. چه کمکی میتونم براتون بکنم؟ نیلوفر خانم، این پاکت رو برای شما فرستادم. ممنون هولیا. من خوبم دختر خوشگل، نگران نباش. قلبم پیش توه. راحت باش مادر جون. من هیچ نسبتی با دنیزرا ندارم، فقط یه کارمندم. هر چی که اذیتت میکنه میتونی به هم بگی. هی عزیزم، هنوز اشک تو چشم خشک نشده که این ضربرم دیدم. ببین این عمره، داماد منه. متوجه نشدم. نامزد سیبله. بهتره بگم نامزدش بود. عمر پلیسه. گفتم حتما داره قتل سیبل رو پیگیری میکنه، ولی بعد از اینکه با دختر احمد آقا خدا بیامرز دست تو دست هم دیدمشون انگار آب جوش رو سرم ریختن. این دختره اومد خونه ما، بعدش هم مامانش اومد. حتی خودت هم همراهش بودی. میدونی که من دیگه به هم ریختم و نمیدونم باید چی کار کنم. راستش مادر جون،
الان فکر منم به هم ریخت. میگم مگه دختر من به احمد آقای خدا بیامرز ربطی داره؟ نکنه داشته و همه میدونن ولی از من مخفی میکنن. همش تو شک و تردیدم. ببین اصلا خودتو ناراحت نکن. الان یه کاری میکنم. سعی میکنم بفهمم که چرا با هم بودن و هستن. همه ی اطلاعاتو میفهمم باشه؟ ولی تو این طرفا زیاد نیا. زیادی نباید جلب توجه کنیم. یه جور دیگه برداشت میشه. یه وقت میگن اومده پول بگیره، چه میدونم، خیلی حرفا میزنن. وای نه خدا نکنه. خیلی خوب، من خونتو میشناسم. میام با هم یه چای میخوریم و درد و دلم میکنیم. اصلا خودتون رو ناراحت نکنین. باشه خیالتون راحت. آه عزیزم، تو هم مثل دختر من خیلی خوشگلی. الهی که عمر طولانی داشته باشی. امیدوارم مادر جون برای همه. خداحافظ. از کجا برم؟ از اینجا مستقیم بریم. یه چیزی فهمیدم اگه بگم باورت نمیشه. توپ چی شده بهار؟ این یارو عمر هست. دوست پسر موز پسر لطیفه نیست. طرف پلیسه. به علاوه نامزد اون دختره که کنار احمد آقا پیدا شده بودم هست. دنبال قاتلم. شایدم دنبال الماسن. شایدم. ممکنه. اما حداقلش میدونیم که هنوز یه شانس و فرصت داریم. من خوبم دختر خوشگل، نگران نباش. قلبم پیش توه. هولیا دوچرخه من. هولیا نیست؟ نه، من خودم قهوه درست کردم. خوبی؟ خوبم. هنوزم باورم نمیشه که اینجایی. خیلی خوشحالم. بریم یکم بگردیم، هوا خیلی خوبه. میشه من نیام؟ خیلی خستم. در ضمن دلم واسه خونه تنگ شده. باشه، پس من میرم بگردم. تو هم یکم تو خونه استراحت باشه. خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. میبینمت. میبینمت آقا مظفر. خداحافظ. مراقب خودتون باشین لطیفه خالی. باشه، نگران نباش.
عاشق میشه میره سراغ نقاشی کردن. خب اون که طراحه، طبیعیه بره سراغ نقاشی. اون تو را هم نیست باشه. اون میپره رو دوچرخش رو تا جایی که بتونه میره با یه جای خلوت برای خودش پیدا میکنه. بعد میشینه از دار و درخت گل و گیاه رود کنه با هر چی که فکرشو بکنی نقاشی میکنه. اگه خونم نیاد بدون که عاشق شه. لطیفه چطوری؟ خوبم. با یه شرکت امنیتی صحبت کردم. آدمای واردی هن. بیشترشون قبلا پلیس بودن. قرار از ما محافظت کنن، هم اینجا هم تو شرکت. کار خیلی خوبی کردی تانر، ولی مراقب باش آسلی تنها بیرون نره. البته اگه به حرف تو گوش کنه. هممون باید مراقب باشیم، این قضیه شوخی بردار نیست. میدونم متاسفانه. لطیفه واقعا قضیه این الماسا چیه؟ احمد آقا خدا بیامرز با این همه الماس چه کاری میتونسته داشته باشه؟ تا جایی که فهمیدم به شرکت تو هم ربطی نداره. راستش میشه گفت هم ربط داره هم نداره. بابام یه سری کارهای غیر قانونی انجام داده بود. جدی میگی؟ باباتو به خاطر اینا کشتن؟ نمیدونم بابام کشته شد، بعدش هم نیلوفر دزدیده شد. باور کن تنها فکرم تا دیروز نجات دادن نیلوفر و آوردنش به خونه بود. از امروز به بعد میتونم به مسئله دیگه فکر کنم. خب تو دنبال الماسا گشتی؟ آره گشتم، رفتم تو رومم دنبالش گشتم ولی نبود، هیچ جا نبود. مطمئنی که دست بابات بوده؟ به احتمال زیاد، ولی کوچکترین سر نخی هم نداریم که بدونیم کجا مخفیشون کرده. من کمکت میکنم لطیفه. خدا میدونه تو امروز چقدر سختی کشیدی. با هم دنبالش میگردیم باشه؟ ببین من کنارتم. صحبت از یه پول خیلی زیاده. خدا میدونه واسه یه صدام از این پول چه کارا که نمیکنم. میدونم. اگه دست به دست هم بدیم و الماسا رو پیدا کنیم، شرکت رو نجات میدیم و همه مشکلاتمون حل میشه. به زندگی قبلیمون هم برمیگردیم. من کنارتم. از این به بعد دیگه تنها نیستی. خیلی ممنونم تانر. به خاطر کمک امروزتم خیلی ممنونم. قابل نداشتین چه حرفی؟ تو جای خواهر من هستی. ما یه خانواده بزرگی. برو. عمر چیکار کردی پلی؟ جای نگرانی نیست. با همکاری که جلو در خونه لطیفه ناز حرف زدم. لطیفه برگشته خونه و دیگه هم بیرون نرفته. همه چی رو به راهه، ولی خبری از متین نیست. پسر تو کجایی؟ یه روز مرخصی گرفته بودم. چه مرخصی؟ الان وقت مرخصی رفتنه؟ لازم بود. جزئیات ازم نپرس. خب موبایلت هم خاموشه. هر چی زنگ زدم در دسترس نبودی. قاطی نکن، بعداً تعریف میکنم. حالا هرچی خیر باشه. دقیقاً همینه که خیر باشه. راستی تو اداره همه دارن از شما حرف میزنن. دختره رو از دست اون عوضی‌ها نجات دادین. حتی کمیسر علی هم میگفت. ول کن بابا، اون الان حتما دنبال یه چیز دیگه است. دقیقاً میگفت میخوام بیام. الانه که دیگه برسه. من یه خبر تو براتون دارم داداش. یادتونه که اون موقع به همه طلا فروش‌ها اطلاع دادیم که اگه الماس با قیمت بالا برای فروش آوردن بهمون خبر بدین؟ چی شده؟ اطلاعاتی در مورد الماسا پیدا کردی؟ داداش دیروز یه نفر تو بازار کاپالی یه الماس صورتی با قیمت بالا فروخته. کافیه تانر، ممنونم. لطیفه جان شما؟ خیلی ممنونم، تشکر تانر. خیلی خوب. لااقل یه لیوان آبم به من بده تانر جان. البته عزیزم. تشکر. حالا که دور هم جمع شدیم در مورد این الماسا هم حرف بزنیم. حق با تانری.
اگه چیزی میدونین، یادتون میاد یا شنیدین، حتما به من بگین، خیلی مهمه. همونطور که تو به ما گفتی لطیفه جان. اصلی جان، لطیفه برای خانوادمون داره تلاش میکنه. لطفاً. تو هم عین باباتی لطیفه، مثل اون مرموزی. همه چی رو من آخر از همه میفهمم. منم همینطور. فهمیدم. امشب نمیشه حرف زد. نیلوفر کجاست؟ نمیاد غذا بخوره مامان؟ نکنه مشکلی داره، چیزی شده؟ دوش گرفت، یکم تلویزیون تماشا کرد، بعد از اونم خوابش برد. در اتاقشم بست. اجازه خواست و گفت که میخوام تا فردا استراحت کنم. دختر عزیزم، منم کاریش نداشتم. بذاریم روزایی که دلش برای تخت و اتاقش تنگ شده رو بگذرونه. دیگه همین که پیش ماست برام کافیه. یه کاری بکنیم، اول بریم طلا فروشی فیلم‌ها رو ببینیم کی الماسا رو فروخته. طلا فروش اون طرفو میشناسه، اگه بتونیم اون طرفو شناسایی کنیم ما بقی حله. قاتل و تق گیر میندازیم. پس من زود برم. خب منم باهات میام. باش. منم به مادرم اینا خبر بدم، برم پیش لطیفه بگم چی کار میکنیم. کسی که اطلاعاتو گرفت بگو یکی زد. دقیقاً همینطوره. بجو. ببخشید، من دنبال اتاق بیماری میگردم که اطراف جزیره از دریا آوردنش. بله یه لحظه لطفاً. انگار تا صدامو نشنوی آروم قرار نداری. حق داری. انگار تا نبینمتم آروم نمیشم. جلوی در خونتون کنار ساحلم. خب بیا بالا دیگه. نه الان نمیام. اول تو بیا با هم حرف بزنیم، بعدش به مامانت اینا میگی. باشه میام.
کجا موندی پس عزیزم؟ خب این وقت شب چیکار کنم تانر؟ میدونی با چه سختی اومدم بیرون؟ چی شده؟ چرا گفتی بیام؟ تو که میگفتی دیگه این کابوس تموم بشه. داره تموم میشه، چیزی نمونده. چیزی نمونده پینار. داریم پولدار میشیم. چطوری؟ الماسای چند میلیون دلاری از احمد خان به ارث مونده. اگه قبل از اونو پیداش کنیم همه الماسا رو برمیداریم و میریم اون سر دنیا. به نظرت اونقدر وقت داریم تانر؟ من دیگه از پول گذشتم، از همه چیز گذشتم. میخوام هر چه زودتر برم و خلاص بشم. خواهش میکنم. من پولم میخوام. پینار یکم دیگه صبر کن. باشه عزیز دلم. تانر تو منو درک نمی کنی. باید بریم. اگه اتفاقات اون شب و یکی بفهمه، مخصوصا عمر پلیس، دیگه پولم نمیتونه نجاتمون بده. دیگه اون شب تولد فراموش کن. کسی چیزو نمیفهمه، باور کن. الماسا رو برمیداریم و فرار میکنیم. بعدش دیگه هیچ کس نمیتونه برو پیدا کنه. سلام. این چه حال روزیه؟ انگار دونده ماراتونی. چقدر تو لطف داری. باشه ببخشید سینیورتا، اسکوزا. دوباره برگشتی به تیپ قبلیت؟ برگشتیم، بازم برگشتم سراغ این ماشین. تازه مگه قرار نیست واقعیتو به مامان تینا بگی؟ میگی برای همین اومدی؟ آره. ممکنه در مورد الماسا به یه اطلاعاتی رسیده باشی. جدی میگی؟ یعنی مطمئنی؟ امروز یه الماس صورتی با قیراط بالا فروخته شده، تازه ثبت هم نشده. باورم نمیشه. خوش اومدین آقا. خیلی ممنون دخترم، سلامت باشی. بفرمایید قربان. خوش اومدی عمو طاهر. خیلی ممنون دختر قشنگم. چطوری؟ خوبم، شما؟ خوبم. خوش اومدید آقا طاهر. متشکرم تنر. چی براتون بیارم آقا طاهر؟ چیزی میل ندارم. زرین جون چطوری؟ خب میدونی که من اینطوری بیخبر نمیام و عادت ندارم، ولی این طرفا یکی از دوستان بود، به اون سر زدم، گفتم سر راه یه حالی هم از شما بپرسم. خب چطورین؟ من خیلی ازت ناراحتم طاهر. شرمنده اگه اشتباهی کردیم، بگو زود تلافی کنیم زرین جون. دختر کوچیک من دزدیده شده بود. تو هم رسما به من دروغ گفتی که توی هتل تو توی نیویورک و خوش و خرمه. خیلی ناراحت شدم. چرا به من دروغ گفتی؟ میشه توضیح بدی؟